وقت بخیر بینندگان عزیز، کنکاش رو ملاحظه می‌فرمایید. ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر هستیم. روشن کن بریم. بله، در همین ابتدای برنامه بخشی از سخنان رئیس جمهور محترم اسلامی ایران آقای دکتر روحانی در 69مین اجلاس سازمان ملل متحد در واقع امسال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. نه خیلی لازم نکرده، خیلی سخنرانی تحفه‌ای بود، تکرارش هم بکنیم. مگه مرض داریم؟ مردیم از خجالت بابت این سخنرانی لوسه بیمزه چرت و چلای بیفایده. حالا میخوای تکرارش هم بکنی؟ ناکس. شیخ فری که این حرفا رو زد از نظر استراتژیکی همه فهمیدن انقدری که تو کار نظام گره هست تو فرش شفقی تبریز نیست. برای چی میگی سخنرانیش تو مجمع عمومی اهمیت داشت؟ چرا که رشد تروریسم در منطقه به بلایی برای همه کشورها تبدیل شده. ماست بخوری با این ایزگم کردن دوزاریت. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن از بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه اومد معما بگه مثل این یارو. گفت اون چیه که ماست میریزن توش بعدش هم باش شلیک میکنن؟ خودش هم جوابشو داد، گفت خب معلومه تفنگ دیگه، ماست هم نکته انحرافیش بود. حالا تو هم به جای این چرت و چلاها قدر مهمون عالی قدرتو بدون، استفاده کن از فرصته. خیلی خوش آمدید آقای دکتر و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی ممنونیم. پس می‌خواستی پسر خالم باشی؟ خیلی ممنونیم آقای دکتر. ما برنامه‌مون رو خیلی کوتاه به دستاوردهای سفر آقای رئیس جمهور در اجلاس سازمان ملل اختصاص میدیم. آره خیلی کوتاه میشه، اصلا برنامه نمیشه، چون دستاوردی نداشته که. اگه می‌خواستی از بدبختی‌ها بگی باید سریال 40 قسمتی درست می‌کردی. این دفعه قبل از سفر شروع کردن به حالشو گرفتن تو خود نظام. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرموده که یارویی داشت بچه‌شو میزد اساسی، ازش پرسیدن چرا میزنیش؟ گفت آخه فردا میخواد کارنامه‌شو بگیره ولی من فردا نیستم، دارم میرم مسافرت. از اون طرف شیخ فری میگفتش که اگه برم اونجا عین قره قروت دهن همه رو آب میندازم، ولی ویرگولم حسابش نکردن که وقتی بهش میرسن اقلا یه مکسی بکنم. کیبوردم حسابش نکردن که به بهانه تایپ یه دستی به سر و کلش بکشم. یه جام تو صحبتش یه افه کشکی اومد و یه هارت و پورتی کرد، ولی خب همه دستشو خونده بودن. بهش گفتن تو که تو ظاهر به ما سنگ میزنی میری تو راه فرودگاه زنگ میزنی. اگر اجازه فرمایید من میخوام در همین ابتدای برنامه ارتباطی داشته باشم با همکارم آقای شکوری در نیویورک. شیطونه میگه همچین بزنم که یک بار برای همیشه از کادر خارج بشه دیگه بر نگرده ها. ناکس. خب یه دفعه امتحانیت که شده آدم باش، شاید خودت هم خوشت اومد، مهمون دعوت کردی ادب داشته باش، با مهمون صحبت کن. در خدمت جناب عالی هستیم. این که بله. خیلی ممنونیم. بریم به سراغ همکارم محمد اکبری، بخش پنجره رو ببینیم و برمیگردیم. من فکر کنم تو نمیخوای روشنی فردا صبح ببینی ها. اون رو من بالا نیار، الان تو نظام هیچکی حوصله هیچکی نداره ها. تا همین الانم رحم کردم نزدمت تا از همینجا پرت بشی تو اتاق فرمان بیای پایین. ناکس. اجلاس 69 سازمان ملل مثل هر سال برگزار شد و امسال شاید این اجلاس از اهمیت خیلی بیشتری برخوردار بود. رئیس جمهور محترم در این نشست سخنرانی کردند و دیدارهایی هم داشتند. میخوام یه مقداری از دستاوردهای این سفر و این مذاکرات برای ما بفرمایید. ببین چی شد که این سفر اینجوری آبروریزی شد؟ چی شد که با چمدون خالی برگشت از نیویورک؟ چی شد که از کامرون اردنگی خورد، از فابیوس پس گردنی؟ چون دنیا داره میره به یه طرفی که اصلا برای نظام خوب نیست. اون داستان اعتراف ضد داعش رو میگم که الان بحثش رو نمیخوام باز بکنم. اون شطوره که در خونه بشار خوابیده وسایلش رو قبلا دم در بیت عزبا گذاشته زمین. اوضاع ترسناکه، با وحکشی هم حل میشه. حکایت مشنگه است که وصیت کرده بود که من از شب اول قبر میترسم، شب دوم خاکم کنی. بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما. خیلی خلاصه و مفید در واقع تشریح کردید سفر آقای رئیس جمهور رو. حالا این وسط مذاکره هم داشت اونجا انجام میشد. من نه به خاطر اینکه دلواپس باشم ولی چون عقل و شعور دارم، حالم گرفته است از دست این یارو ظریف مشنگ با اون عراقچی از اون مشنگتر. باشون کارد و پنیرم.
آخر مذاکره بازیشون هم دیدی، میگن از یه فرشته‌ای پرسیدن اون عراقچی رو یادت میاد چطوری آفریدن؟ گفت آره، تو اون خاکی که میخواستن باش بسازنش یه کمی کود قاطی کرده بودن. گفتن خب ظریفو چطوری ساختن؟ گفت اصلا خاک قاطیش نکردن. از رفتارش هم همین چیزا معلومه. توی مذاکره دیگه هیچی ندارن که بدن، هر چی که گیر بیارن از این طرف اون طرف میندازن جلو. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که راننده تاکسیه اومد بقیه پول مسافر رو بده، دید 100 تومن کم داره، گفت اشکالی نداره به جاش در محکم ببند. من تازه خیلی مراعات برنامه تو کردم که اون چیزی که حق ممجواد ظریف و عراقچی باشه بهشون نگفتم ها. بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونیم. با سینه صورت و سرخ نگه داشتیم. میگن هر وقت رفتی در یخچال رو باز کردی دیدی هیچی توش نیست، الکی یه قلوب آب بخور که یخچال نفهمه ضایعت کرده. تموم کن بریم دنبال باقی بدبختیامون. شنوندگان گرامی، خدا نگهدار، وقت بخیر. عزت همگی زیاد.